تفاوت کابینت ارزون با کابینتی که ما قیمت میدیم. ببینین اینجا یه آشپزخونگی که فوق‌العاده غناسی داره. ما چی کار کردیم؟ برای اینکه استفاده کنیم از سانت به سانت این آشپزخونه، اومدیم اینجا یه کفی یه تیکه انداختیم و اینجا رو غناس‌بری کردیم. حالا غناسشو میگیم چقدره؟ این در. خب این دره می‌بینید 4 طرف PVC هم هست که شبهه پیش نیاد. الان این دره گونی ها این طرف هم میچسبونیم میریم داخل. ببینید الان اینجا 4 سانتی متر تا 5 سانتی متر تا این آخر غناسی داشته. ببینید تا اون آخر الان این چسبیدیم تا اینجا 4 سانتی متر غناسی. و نکته بعد این که کابینت یه تیکه میسازیم این کنجا برای دسترسی بهتر و لولایی که استفاده بکنیم لولای خرچنگی. دقت کنین الان دسترسی به این کابینت چقدر راحته. اون آخر یعنی کامل شما دیگه فکرشو بکنین 4 پایه به این بزرگی مثلا یه تیکه میره داخل این کابینت. حالا یه خورده غیر قابل تصوره ولی خب میره. ببینید 4 پای به این بزرگی که حالا ابعادش مشخصه و درم بسته میشه. در ضمن لولا آرام بند استفاده میکنیم که صدا دار نخوره و آخرش هم که خودمون با دست ببندیم. ببینید فرق کار اینجاست. یکی اینکه یه پارچه میگیریم، اون کابینت هم حتی همینطور ما تو نقشه کشیامون اینجوری استفاده میکنیم که اینجا حالا این همه فیکس نشده به هم. ببینید اینا فیکس میشه دیگه، دقت کنید. این کابینت رو یه پارچه میسازیم همه جا. اینجا خیلی قناس داره البته با و اینجا هم همون سبک لولای خرچنگی استفاده میشه. اینجا 4 تا کشو داریم، یکیش کشو مخفی نصب دهنده میشه و حالا همین دیگه خلاصه.